مقامات قدرتی تاجیکستان فرزندان زید سعیدوف و محمودجان قاسیموف عضو گروه تشبسکار تأسیس حزب تاجیکستان نو را شب گذشته برای بازپرسی دعوت کردند. خبر داده است تاج نیوز. به اطلاع منبع، این بازپرسی برای دایر نمودن فلش ماب به خاطر صدمین روز از حبس زید سعیدوف که از جانب جامعه شهروندی و جانبداران صاحبکار موفق دیروز 27 اوگوست در پایتخت برگزار شد انجام گرفته است. خیرالله سعیدوف، پسر کلانه زید سعیدوف، در صحبت به آزادگان گفت مقامات پلیس درباره فلش ماب پرسیدند. از جمله تاکید کردند که فلش ماب غیر قانونی بود و برای چی ما به چنین اقدام دست زدیم. محمودجان قاسیموف گفته است که به خاطر عضو گروه تشبسکاران تأسیس حزب تاجیکستان بودنش عملهایش بهای سیاسی میگیرند و از همین خاطر او را کارمندان امنیت مورد بازپرسی قرار دادند. در همین حال مقامات گفته‌اند این چاره‌بینی غیر قانونی گذرانیده شد و باید از آنها اجازت می گرفتند. گفته می شود شب گذشته ساعتهای 22 و وقت دوشنبه پس از پرسش قریب 3 ساعته فرزندان زید سعیدوف از شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بیرون شدند. صبح امروز نیز محمودجان قاسیموف را برای بازپرسی تکراری از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت دعوت کردند و آن 3.5 ساعت دوام کرد.